مقدس حامیدجانова و شوهرش جانیبک حامیدجانov در شهر گلستانی ولایت سوغد زندگی میکنند. آنها صاحب 4 فرزند بوده در محیط سالم عائلوی و احترام به حقوقهای همدیگر عمر به سر میبرند. مقدس کارمند ساحه معارف است و همسرش سردختور مرکز سلامتی شهر گلستان. این زن و شوهر یکدیگر فهم در 2 ساحه کار میکنند که سیر آدم و سیر مشکل بوده دستگیری عائلوی را تقاضا میکند. با زن در حقیقت مشکل است، هم عائله رو هم کار رو به عهده گرفتن، چون که خودش عائله این مسئولیت خیلی بلند رو طلب میکند. تربیه فرزند خود این یک مسئولیت خیلی گران است، هم بر ذمه مادر هم بر ذمه پدر است. لیکن در طول 21 سال زندگی من توانستم هم عائله‌ام رو یعنی تربیه نمایم، فرزندانم را، و هم توانستم در کارهای جمعیتی سهم خود را گذارم. مقدس میگوید سابقه نزدیک 20 ساله کار در ساحه معارف را دارد. وی 13 سال در مکتب میانه معلمه شده کار کرد و حالا 4 سال باز در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov از فن فرهنگ شناسی درس میدهد. با مشاهده همصحبت ما سال تا سال قالب‌های شخص شده عاید به زنان و دختران میشکند و صف دانشجو دختران در مکاتب عالی می افزاید. در طول 4 سال فعالیتم در دانشگاه دولتی خوجند من به چند فاکولتت ها رفته درس میدم، از فن فرهنگ شناسی درس میگویم به دانشجویان و یک چیز را اهمیت دادم که در خودی حاضر من در فاکولتت فیلولوژی تاجیک هستم، نسبتاً به پسرها در فاکولتت فیلولوژی تاجیک دخترها زیاد هستند. اون نفرانی که آینده به کلین کافتنی هستند و به پسران خود کلین کردنی هستند، آنها هم فکر میکنند که کلین آنها خواندگی باشد، صاحب دیپلم باشد، صاحب یگان کسب هنر باشد، چون که زمانه همین را تقاضا میکند که هر یک نفری که کار دارد، کسب هنر دارد، به همسرش یاردم کرده میتواند. جانیبک حامیدجانov بیش از 15 سال باز در ساحه تندرستی کار میکند. با اندیشه او در همه کار نقشی عائله کلان است، زیرا محیط سازگار، دستگیری یکدیگر، احترام به کسب و کاری همدیگر و مهم از همه باوری میان زن و شوهر میتواند اساس پیشروی در کار گردد. حامیدجانov که امروز به حیث یک راهبر در مؤسسه تندرستی کار میکند، سهم همسرش مقدس را در این جاده نظررس میداند. ما با همراهی همسرم حامیدجانov مقدس من قریب 22 سال است که در یک جایگی عمر به سر میبریم. در این مدت ما صاحب 4 فرزند گشتیم، 2 دختر و 2 پسر به وی رسانده ایستادیم. سهم زن در عائله داری و در تربیت فرزند به واسطه نظررس می باشد. باز برای اون که مردها ما دائما از سر تا بگاه در کار هستیم، در بیرون هستیم، برای تربیت فرزند همه وقت زنها مشغول هستند. قهرمانی ما گفت سال تا سال صف دختران از حساب زنها زیاد می شود. در این راستا عقیده های شخص شده و کهنه عاید به موقع زن در جامعه کم شده ایستاده است. جانیبک میگوید مانع کاری زن شدن مردها کاری درست نیست، زیرا نسبت به مردها زنها باید باسوادتر باشند، چون که آموزگاری همه فرزندان پیش از همه مادران آنهایند. در بعضی عائله ها مانعگی شوهر برای فعالیت زن، برای پیش بردن بعضی کارهای زنک ما به نظر می رسد. از همین لحاظ من خواهش میکردم که دستگیری زنها باشند و برای فعالیت، برای که من بعضی زنها دانشگاه های عالیه به خط میکنن با دیپلم های سرخ، لیکن بعضی مانع ها پیدا میشن برای دوام دادن کار و فعالیتشان. من همین را به جوانان توصیه میدم که دستگیری کنند زنها نیز برابر مردان در جمعیت موقع خود را داشته باشند و کار و فعالیت خود را پیش برند. یادآور میشویم که در ولایت سوغد بیش از 1,450,000 زنان و بانوان زندگی میکنند که میان آنها زنان راهبر و کارگر و افتخاری و نمونوی کم نیستند. در ساحه معارف و تندرستی نیز شماره زیادی کارمندان را زنان و دختران تشکیل میدهند. قهرمانان ما مقدس و جانیبک نیز نیت دارند در آینده برای پسرانشان دخترهای صاحب معلومات را کلین کنند.